قطعا به کس وابسته نباشی. وقتی کس میگم کل انسان است، به پدرت وابسته نباش، به برادرت نباش، به مادرت نباش، به دوستت نباش، به هیچ کس وابسته نباش. به خاطر هیچ کدام از اینا دایم نیست. تنها به خدا وابسته باش که ذات جاودان است. کل گرفته است. استاد وابسته نباشیم چی؟ دوست داشته باش، احترام داشته باش، ولی یاد بگی که اگر نبودن هم تو زندگی جریان داره. یک روز پدرمون میره، یک روز مادر آدم فوت میکنه، یک روز برادر آدم فوت میکنه، برادر عرسی میکنه دیگه تو رو میگه نان دادن نمیتونم. برو چی یاد بگیریم به پای خود استاد شدنه. حتی یک صحبت در روانشناسی است میگه هر چیزی که توانایی از دست دادنش نداری رویش نگی. مثلا مثال براتون میتونم، یک تلفن میخرم، باید در روزی که تلفن میخرم اونم روز توانایی از دست دادنش هم داشته باشم. یعنی اگه تلفن گم شد، شکست، دزد برد، بازم مجبور باشم، نه که جگر. اگر جگر خون میشم خوب است که نخرم.